رادیوی فرهنگ گفتارهای خود را ادامه می دهد. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، در موج برنامه خوانش بدیعی. دوستان عزیز، مخلصان قصه و حکایه های دلنشین، اینک به توجه شما گفتار 19 از رمن تاریخی ادبی شناخته نویسنده خلق تاجیکستان اورون کوساد هیجا. مرحمت گوش کنید. و در مشهد رضویه در روز عاشورا رافضیان معرکه بزرگ آراسته مراسم ماتم و قصاص برپا کردند و همه رسم و عادت به جا آوردند و در آخر کلان آنها فرمود: آن بی‌ادب ظالم را بیارید خاک به دهنش. و آوردند صورتی از چوب و گویا به شکل ابو بکر و کلان جانب آن خطاب کرد: شرم نداشتی؟ خلافت را که حق حلال مرتضی علی بود به جبر از او گرفتی. و اشاره برود کرد و توده چوب ها گرفتند به دست و زدند به سر و بری صورت چوبین و پاره پاره کردند و اون پاره پرچه ها دور انداختند و صورت دیگری آوردند از چوب و گویا که به شکل عمر و همون گناه بروی او گفتند و چوب زدند و تیکه و پاره کردند و دور پرتافتند و صورت سوم آوردند از چوب که این است عثمان و همون عیب به گردنش بار کردند و چوب برداشتند و زدند و تیت و پیتش را برآوردند. بعد صورتی آوردند از چوب کلانتر از آن صورتها و از همه‌اش خوشروتر و کلان دهان به گیله گشاد. تو را شیر خدا گفتند، تو را صاحب ذوالفقار کردند، اسدالله الغالب نام دادند. تو را چی بلا زد که به مغلوبی تن دادی و به ناحق کردن اینها جواب ثواب ندادی؟ و کلان ایمای برود کرد و توده چوب ها برداشتند و به سر صورت چوبین فرو کوفتند و شکستند و دور انداختند و آوردند صورت نوی از چوب و کلان دوا پیش گذاشت. خدای تعالی موجودات روی زمین به طفیل تو خلق کرد. تو را پسر عمک و دامادی بود که وارث دانستی، پس چرا حکم نکردی که بغیر وی دیگر کسی در کرسی خلافت ننشیند؟ و کلان اشاره برود کرد و توده هجوم آوردند و چوب ها به فرق سری صورت چوبی کوفتند و قیمش را برآوردند. و یک سیستانی که شاهدی حال بود در بخارا این حادثه را در مدرسه نقل کرد و طالب علمان مدرسه هنگام سیاحت در بیرون شهر مراسم عاشورا را دیدند و از جمله آنها یکی تماشاکنان آن قصه را یاد آورد و خنده اش را نگاه داشته نتوانست و خنده او به شیعه ها سخت رسید و او را داشته مشت و لغت زدند و یاران وی ترسیدند و گریختند و فیغان کنان به شهر در آمدند که شیعه ها طالب علم را زده کشتند و مدرسه ها به پا خست و قاضی کلان و رئیس که آرمان قشبگی شدن داشتند و بهانه می جستند و قشبگی که بابا کلانش شیعه بوده است مورد را مناسب یافتند و سنی ها را شور انداختند و آتش جنگ سنی و شیعه در شهر در گرفت
و در یک شبانه روز از دو طرف خون 10,000 مرد و زن و کودک ریخت. و در این هیجای عظیم که عالم و آدم نام دارد، کلی مناقشه های خرد و بزرگ و جنگ های داخلی و خارجی و تبدلات و انقلاب ها به دعواهای برتری دین و مذهب ها و سودخواهی دارا و نادارها بنیاد شده است و بنیاد می شود و در مکان و زمان مد و جزر دائمی داشته است و دارد. و اگر انسانها رو به خیرت نیاورند و خیرت را رهبر روزگار نگیرند و از این دو منبع بلا و آفت حذر نکنند، از جهل جنگ و حرص غارت خلاص نخواهند شد. در اول عصر 20 حرص مال و ملک روز به روز بیشتر شد و رقابت داراها اوج گرفت. به زمین‌های بی آب می برآوردند، میدان‌های کشت را وسیع می کردند، زاود و فابریک می ساختند، از کار دستی به کار مکانیکی می گذشتند، قوه کاری ارزان می جستند، بازارهای سرخرید را یافتن در کار بود و نادارها بی زمین می شدند، اسباب کشت نداشتند، جفت گاو و اسب و عرابه خریده نمی توانستند، خانه و درشان را گرو می ماندند و می فروختند، کارکابی و نانیابی می برآمدند، در زاود و فابریکا می رفتند، کارگران کرایه و کموز بودند آنها و داراها به دارایشان دارایی می افزودند و نادارها از آن روزی بعدشان باز به روزهای بدتر گرفتار می شدند. و در فابریک بافندگی ایوان و زوی و ماشین چیت بافی دستی کارگر را خواهید و از بندش کند و در لواف یک باره 34 کارگر از زهر مصالح زاود زهرآلود شد که طبیبان معالجه کردن نتوانستند و در بیابان ریگزار بین اشقابات و کلیف از 17 کارگری که راه آهن می ساختند 9 نفرش را آفتاب زد، سیب سیاه و سوخته برین شدند. در زواد پخته قوقند غرم بسته های پخته فرو ریخت و کارگران زیر بسته ها ماندند و ستونموری دوکش شکست و در انبار کاغان بارکش در تاریکی پیشپا خورد و بجلک پایش برآمد. نان طلبان نان نیافته جان می دادند و حق طلبان در تلاش که حق را به حقدار رسانند جان می کاهاندند و در قرقه آمدن پایزد اولین را پیشواز می گرفتند، با تنتنه، با بیرق و شعار، با نان و نمک، با گل و گلدسته و زن و مرد و پیر و جوانی که اربابان خبر کرده به زوری به وکزل آوردند تملق به منصبدار می زدند، چالاکی خود را نشان می دادند، خمیازه می کشیدند، راغ می رفتند و دسته های خاص کرنای می کشیدند، دایره می زدند، اشوله می خواندند، رقص می کردند و وعظ می گفتند که امپراتور اعظم غم شما را می خورد ای مردم، به قدرش رسید، به جانش دعا بکنید. و یک نفر پیر بانفوذ شهر و یک نفر از اهل سودا و یک نفر نماینده زنها و یک نفر از جمله کارگران جوان را بالای منبر دعوت کردند و آنها به منبر برآمدند و عرض صداقت و سپاس کردند و هر کدام از آنها در آغاز و انجام سخنش تأکید کرد که من از نام خودم و از نام همکسبانم به امپراتور اعظم برای غمخوری‌هایش در حق ما 1000 تشکر میگویم و قول میدهم که به خدمت امپراتور اعظم وقت و جانمان را دریغ نمی داریم. و بلشویک پتروخین که در راه آهن کار میکرد به رخصت ریاست میتینگ سری منبر برآمد و رو به سخنگویان فرموده آورد. گپتان باشد از نام خودتان گویید. به شما کی حق داده است که از نام خلق گپ زنید؟
یا از نام گروهی آدمان گپ زنید؟ شما این خیل حقوق ندارید. شما در راه آهن کار نکرده اید، شرایط را ندیده اید، عذاب و محرومیت هایش را نمی دانید. از کدام غمخواری ها لاف می زنید؟ در تگ هر یک تخته این راه جسدی گرسنه و تشنه و اذیت دیده و آفتاب زده یک کارگر خوابیده است. این پاییز از بالای جسدی مردمی می گذرد که در تلاش روزگار نان نیافته جان باختند. تشکر به کی باید گفت؟ به آنهایی که در سختی جان دادند یا به امپراتور اعظم که جبران جان ستانیده است؟ و از گریبان پترو خون کشیده از منبر فرو آوردند و بدرقه کردند. اصلا خودش در بدرقه بود، از خزان به چرچیق بدرقه شده بود. حالا گرفتند و از آسیای میانه طرف شرق دور پیش کردند. و بدرقه و پیش کردن خیلی بسیار شده بود در روسیه و آدمانی به طبعشان نافارم، راستگو، آزادیخواه، انقلابی و اسیران حربی را بدرقه می کردند به کشور ترکستان که از مرکزهای مدنی دور است، مضافات است، عذاب بی‌معرفتی را کشیده کردند و نام ترکستان که به جغرافیا هیچ راست نمی آمد از تکرار بسیار و شمار حجتها گوشنشین جهانیان می شد و نام اصلی ملک و ملت به فراموشی می رفت و مردم بومی به ترکیه شهرت می یافتند و این نامی ساخته در خریطه ها جا گرفت و عاقبت کوچی ها را وطندار و صاحبان اصلی وطن را وطن گدا کرد و همه این بعدها تقویت می یابد. ولی الحال این کشور از یک سوی جای بدرقه و سوی دیگر جای پناهبری بود و پریشانی و شور و شری که دولت مقتدر روسیه را فرا گرفت به این طرفها کوچ می بست و روزگار آشفته خلق را باز آشفته تر می کرد. انقلابیانی که به اینجا بدرقه شدند و آزادیخواهانی که از تعقیب حکومت پادشاهی گریخته به این طرفها آمدند، چون مبلغان زندگی عادلانه فرزند انسان فکرهای خواب را بیدار می کردند و فکرهای بیدار را به جنبش می آوردند و مزدوران از اجرای فرمانها سرکشی می کردند و دست یابند منصبداران را مشت و لغت می زدند و جبردیدگان اغون آمده از جبر کرده ها قصاص می گرفتند و دزد و راهزنها مال آدمان به غارت می بردند و لاف می زدند که دست افتاده ها را گرفته اند و 45 بتالیون عسکر و 48 دسته 100 نفره کزکان و 19 بطری ارتیلریا و 63,000 عسکر ورزیده و جنگ دیده که پاسدار امنیت در این کشور بودند جد و جهد داشتند ولی نمی توانستند امنیت را تامین بنمایند و اندازه که حکومت از مردم این کشور می گرفت از اندازه که فقرای روس می دادند 3 مراتب زیاد بود و 136 محله که روس‌های مهاجر ساختند به دهات اطراف فشار می آوردند، آب نمی دادند، زمینشان را زورن می گرفتند و بیچاره و بی خانمان زیاد می شد و شماری جنایت ها می افزود و وزارت کارهای خارجی فسیا روسیه به گنرال گوبرناتور دستور فرستانید که زمین ندهید به شخصانی که رایی روس نیستند، زمین ندهید به آدمانی که به دین نصارا نگرویدند و مزدوران رو آوردند به دست و بازی خودشان، ندهند زده میگیریم و کارگران راه آهن تاشکن میان کار را شکستند و شعار برداشته به کوچه برآمدند. احترام ما را نگاه ندارید، خدمت شما را نمی کنیم و کارگران پست و تلگراف با آنها همراه شدند. درست میگویند، اگر ما را پسند نمی کنید ما هم شما را پسند نخواهیم کرد و اینها را کارگران زواد آهنگری و کارگران فابریک دوزندگی دستگیری کردند
و بیزمین‌ها و کارگران موسمی که از هر گوشه مردکاری آمدند، ما هم شریک گویان به میدان برآمدند و از سمرقند به تاشکند برقی آمد که ما طرفدار شما هستیم. از جمله آدمان تهجایی که زبان روسی را می‌دانند برای ما سخنگوی فرستانید. و سردار اویزد کراسنوودسک به نام گنرال گوبرناتور خبر فرستانید که فعل مردم گشته است، بیسر شدند. در اثر واقعهای سالهای آخر فکر و ذکر آدمان ویران شدگی. پیشتر فقط کارگران روس شور و غوغا می برداشتند. حالا مردم محلی هم گپگردان و دعواگر شدند. انداز نمی دهند. پیش از منصبدار می ترسیدند. اکنون منصبدار را سنگ و کلوخ می زنند و می ترسانند. و رسته دکان و بازارها خالی شد. آرد و برنج و نان نایاب. چاوه های کرسین خالی. شکم و چشم خلق گرسنه و دیواری رحم و شفقت رخنه و افتیده. و پریستاف میخایلوف همراه ترجمان عزیز مراد به دهی آفتابرو رفتند و در مهمانخانه که عادتاً حریفان خوران برای دیگ و آتشدان نوبت می پاییدند و حالا دیگ‌های خالی سرپرو و آتشدانها سرد بودند، مردان دیه را جمع آورد و از سمکه‌ای که در گردنش آویخته بود یک دسته کاغذ برآورد و یک تک گرفته نام به نام خواند. احمد 79 تنگه، محمد 67 تنگه، رحمت 112 تنگه قرضدار. همین قرضها را همین حاضر دادن در کار. مردها با سری خم خاموشانه گوش می کردند و وقتی که میخایلوف نام مقصود را گرفت و اعلان کرد که 140 تنگه قرضدار است، مقصود دهقان راست از جایش خیست و راست بروی وی نگریست. 1 تنگه هم نمی دهم. بود و شدم را غارت کردید. دیگر 1 تنگه نمی دهم. و از مهمانخانه برآمده رفتنی شد. 3 قدم نمانده بود که میخایلوف خیست و به سر مقصود قمچین برداشت. و پسر مقصود پریده خیست و دست او را داشت و مقصود پس گشت و چنگ زده گریبان وی را قبضه کرد و چند کسی دیگر خیستند و به او چسبیدند و میخایلوف را زیر مشت و لغت گرفتند. به زمین افتاندند و کشاله کرده بیرون برآوردند و عزیز مراد در بین در آمد که خوجینش را خلاص بکند و خودش به چنگال جنجالی ها افتاد. زده سر رویش را خونشار کردند و پریستاف افتان و خیزان ریوالورش را از غلاف برآورد و 2 بار به هوا تیر پراند و صدای تیر جان او را خلاص کرد. جنجالی ها ترسیدند و سرش دادند و میخایلو و عزیز مراد فرصت غنیمت به تعجیل از پا را سوار شدند و گریختند. آوازه در آفتابروی زده گریزاندن پریستاف در ولایت زود پهن شد و آدمان را شیرک کرد. در چراگاه بین کوهها در دیولاخ کازانشینان موسمی یک جنگلبان با 2 شاگردش به کازه ها در آمده پغازها را می دید که چند تایش خشک و چند تایش تر و کدام کازه پغاز تر داشته باشد جریمه می برآورد که نوده های دراز بورس را بریده و به دولت فلان قدر ضرر رساندی. و در دیولاخ فقط زنها بودند. مردها در چوپانی و در دیه و دشتها بندیکاری دهقانی و باغداری و زنها از پرسوکو و تفتیش و تهدید جنگلبانها به تنگ آمدند و خاده میخ و اسوخته به دست گرفتند و سگها را کشکش دادند و با دعای بد و دشنامهای قبیح به سر آنها هجوم آوردند و سرانده از دیولاخ برآوردند و تا در نشیبی براز از نظر پنهان شدنشان از دنبال سنگ غراندند و تهدید کردند که
یک بار دیگر همین جاها بیایید زنده و سلامت نمی روید. و آدمان ولسنوی برای ترساندن چشم مردم در آستانه دهه یاری 80,000 هیزم و 80 تبر را مصادره گرفتند و مردم به غضب آمدند و با سنگ و چوب آنقدر به سر آن عملداران و اسبای آنها زدند که با یک عذاب گریخته جان به سلامت بردند. و بهار همان سال سیل کلانی آمد و دهه کشتودک را شسته برد و مردم بی خانمان بعد سیل از رود کوهک یک ماه بالا رو ستون و وسه برآوردند که هرچی از بلا ماند به فایده ماست. ولی آدمان حکومت دعوا کردند که دروغ میگویید، چوب را به اجازت بریدید، توانش را بدهید. و جنگ شد بین اهالی و آدمان حکومت و اهالی دیه آدمان حکومت را زده تا ادارهشان تا شهر پنجکت سر کردند و در دهه چارکوه ولاستی اسفره سردار اویزد قوقند کاپیتان رومیانسف را که برای به صلاح آوردن جنجال آب به اینجا آمده بود با 10 نفر همراهش به احاطه گرفتند. زنید اینها را، کشید اینها را. و زدند با هر چیزی که زیر دستشان آمد و از اسب افتاندند و پایمال کردند و کاغذ و حجتها را کشیده گرفتند و در آنجا پرتافتند و رومیانسف 2 دست بالا برداشت که من به کارهای شما دخالت نمی کنم. اختیار به خودتان. آقساقال نو انتخاب کنید. آب را خودتان تقسیم کنید. من کاردار نه. و در سرتاسر امپیری روسیه احوال چنین بود. مردمی که دیروز مطیع بودند امروز اطاعت کردن نمی خواستند و پیشتر مزد کارشان را ندهند، حاصل کشتشان را تاراج کنند، زمینشان را گیرند، به کار مجبوری برند. علمشان می آمد، عذاب می کشیدند، غضبشان می جوشید ولی طاقت می کردند، دردشان را فرو می بردند و زیادش در خانه و چایخانه از دست زمانه حسرت و شکایت می کردند و اکنون این درد و علمها در دل و در خانه نمی گنجید و بیرون زد و به کوچه و به میدانها و به منبرها برآمد و در شهرها اسباب و آلات زاود و فابریک را می شکستند و در مضافات خانه منصبداران را می سوزاندند و پمیشکان را از پایشان به شاخ درختها می آویختند و از ولایت‌ها و کشورها به پایتخت به پتربورگ پی هم چنین خبرها می رسید و از پتربورگ به ولایت‌ها و کشورها دستور آمد پخش کنید، پرانید، به سود دهید، به حبسخانه ها پرتایید. و به گنرال گوبرناتوری ترکستان برقیه رسید سستی نکنید، آشیب‌ها را به امان پخش کنید، به خصوص مردم بومی حرکت‌های بدبینی و اعتراض کنند فی الحال پیشش را گیرید، بیرحمانه جزا دهید، ریشش را سوزانید که به دیگران عبرت شود. به قوه و قدرت ما من بعد شک و شبهه باقی نماند. و امپراتور اعظم ریشه های آشوب و اسیان را می سوخت که دیگران عبرت گیرند و ریشه ها آنچنان مستحکم بودند که در چارجو سوزانند، در خوارزم علنگه می زد و در خوارزم فرو نشینانند، در فرغانه در می گرفتند. و عزیز مراد خبرهای از دور و نزدیک رسیده را ترجمه می کرد برای گوبرناتور که گلمراد دوست دفعه سوم است که از حبسخانه گریخته است. الحال با یک گروه همدستان مسلح در جام و عربخانه و در چالک و 10 بید و در ارگوت و پنجشنبه و در میتن و قیبچاق غارتگری می کند. آدمان وی مال و ملک داراها را زده می گیرند. در نورعطا، کرمینه، زیربلاغ، قرشی و کتاب پیروان دارند. و این گلمراد در اصل یک آدمی خدا ترس بود که خدمت قاضی 10 بید ایشان نیورخان را می کرد و نیورخان شجره‌اش را تا شیخ مهدوم اعظم می رساند که گویا به میراث از
مهدوم اعظم دهات 3 دره بالا آب زرفشان که 27 دهه داشت به او هر تیر ماه نظر می دادند و انبارهایش از چکه، قرود، روغن، غولینگ، توت مایز، پشم و آغلهایش از بز و گوسفند پر می شد که وی از این همه مال رایگان کسی به کسی نمی داد. اما در صحبت و وعظها با دهان پر از عدالت و سخاوت شیخ مهدوم اعظم سخن می گفت و مثال می آورد که اگر گرسنه را می دیدند از غم شب خوابشان می پرید و لوچی را بینند جامه تنشان را کشیده می دادند. و گلمراد اندک سوادی عامیانه داشت. بنا به شرع شریف و قانون و قاعده هایی که عروسا آوردند روای و ناروا را فرق کرده می توانست و باور داشت که قاضی و پریستاف مال و منال و شأن و شرف و جان و تن رعیه را حمایه می کنند و اینها حمایه نکنند کی حمایه می کنند؟ شما گفتار 19 را از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوهزاد هیجا شنیدید. کارگردان عزت الله جان محمد، صدا بردار منظوره یوسف، گوینده قطبیه اکرامی. خیر، تنصیحت و خانه آباد باشید.